موندیال نمای دیگری از جسارت انسان. درود بر شما. نتیجه بازی‌ها در جام جهان 2018 که در روسیه برگزار می‌شود باز هم ما را حیران کرد. غلبه هنگامه‌ساز روسیه بر منتخب آوازه‌دار اسپانیا برای مردم روس به یک جشن تبدیل یافت و آنها تا صبح غلبه منتخبشان را جشن گرفتند. مخلصان تیم روسیه دیروز میدان لوژنیکی را با قناعتمندی ترک کردند چون که تیم مقبولشان دسته توانای اسپانیا را مغلوب کرد. چونان خورسندم که من به غلبه شبه داشتم. امید بود ولی مطمئن نبودم که روسیه غالب می آید. آنها باشند ظفر یافتند نه خود. در حقیقت بازی دشوار بود، بسیار دشوار. امید داشتیم ببریم اما روسیه به ما امکان نداد. روسیه خوب حمایت میکرد. ما تلاش خود را کردیم خطی آنها را رخ نسازیم. خلاصه ما ضربه جریمه‌ای را به هدف نرساندیم و کارمان قرار نگرفت. یک گروه هم از هواداران میگفتند اسپانیا آن طوری که میبایست بازی نکرد. ما از امکانیت هایمان استفاده نکردیم. به نظرم خطای ما این بود. آنها خوب بازی نکردند. مشکل اساسی این بود که در عرفه آغاز سبقت سرمربی را عوض کردند. سرمربی نو تجربه نداشت. خلاصه به همش اسپانیا گناهکار است. در این روز حتی در مترو هم جای پای مانده نبود. آدمان که رنگ‌های لیوای روسیه را بر روی‌هایشان نقش بسته بودند شور برپا می‌کردند. بیرون هم تنتنه‌های شادی از این ظفر تا درون طربخانه‌ها هم می‌رفت. مثل که به این جشن عروسی وارد شد. دیگر همه مهمانان جای بزم سبقت را تماشا می‌کردند. دیگر هم این توی با محفل تماشای فوتبال تبدیل یافته بود. با همکارم تولکون عمرعلیوف درباره بازی روسیه و اسپانیا صحبت خواهیم کرد. همچنین بازی هایی که امروز برگزار می‌گردند برزیلیا، مکزیکا و بلژیم، ژاپن. درباره این بازی ها هم صحبت خواهیم کرد. به نظر شما برتری روسیه در این بازی در چی بود؟ Преимуществ на самом деле у команд России было несколько. دسته روسیه چند برتری داشت. یکم در میدان خود بازی کرد و همیشه این کمک میکنه. 70-80 هزار نفر در ورزشگاه روسیه را مخلصی میکرد. برتری دومشون این بود که اسپانیا بسیار بد بازی کرد. وقتی روسیه آمد کرد که در دوام بازی گل سر ندادند. برتری سومشون این بود که دروازه‌بان روسیه بازیش عالی بود. عادتاً دسته‌ای که در بازی عقب نشینی و دفاع را انتخاب میکند حتما یک گل سر میدهد. برای همین فکر میکنم وقتی روسیه آمد کرد. اشتراک بی‌قرار منتخب اسپانیا که یکی از مدعی‌های اساسی برای به دست آوردن جام جهان دانسته میشد، به نظر شما از چی سر زد؟ از آنکه در عرفه بازی‌های جام جهان سرمربی دسته را عوض کردند و یا دیگر عامل‌ها داشت؟ Это опять же тоже сложно очень сказать. در این باره هم گفتن دشوار است ولی به نظر من یکی از عامل‌های اساسی که اسپانیا نتوانست بازی زیبا نشان دهد پیش از آغاز جام جهان عوض کردن سرمربی این دسته می باشد. آنها به سرمربی بازی کردن هم گویم خطا نمی‌کنید. مربی قبلی نقشه و تاکتیکی دسته را آماده کرده بود و پیش از شروع بازی‌ها او را از کار راندند. آدمی نو آمد و نقشه هم دیگر شد که با بازی دسته تأثیری منفی رساند. نقطه دیگر این است که اگر به تاریخ نظر کنیم نه همیشه دسته‌ای که هیئتش پر از ستاره‌های فوتبال است موفق می شود. در این باره نمونه‌های زیاد است. با فکر من نمیتوان در بازی بد اسپانیا یک عامل را ذکر کرد ولی عوض سرمربی یکی از عامل‌های اساسی است. در جام جهانی که هوش یاد مردم بران است، گروه دختران در شهر قزان با لباس عروسی و پایافزال ورزشی سبقت شوخیانه برپا کردند. وقت بازی کوتاه بود، همگی 15 دقیقه برای هر قسم. چون که هوا گرم بود، برای آنکه بازیگران توپ را بزنند، میبایست دامنهای فراخ خود را با دست بالا بدارند.
این چاره‌اندیشی آنها نه همه وقت به کار می آمد. ناراحت کننده است. من باری اول فوتبال بازی میکنم. برآمدی نخستینم به نظرم بد نبود، آسان نبود، لیکن ما از عهده‌اش برآمدیم. این بازی مردان است. برای ما خوشحالی و مایه شوق است. احساسات میدونید دشوار است. باز گل نزنید ناراحت میشوید. به غالبان یک دسته گل با نام جام جهان تحفه کردند. به جز این به دختران اجازتنامه صورتگیری در موضع مخلصان را سپاریدند. دخترانی که در این سبقت شرکت ورزیدند گفتند بهترین از همه این لذت بود که از بازی برداشتند. برزیلیا و مکزیک به نظر شما در بازی امروزه کدام دسته بازی خوب نشان می‌دهد؟ همه فاوریت یا مدعی برزیلیا را می‌دانند ولی مکزیک هم حریف سست نیست. Если смотреть на ожидания букмекеров, букмекерских компаний, то اگر به انتظاری اداره های بوکمیکری نظر کنیم برزیلیا امکانی بیشتری غلبه را دارد. زیاد از 60% غالبیت برزیلیا را پیشگویی میکنند. 30% دیگر باشد و پیروزی مکزیک باوری دارند. من هم فکر میکنم برزیلیا غالب می شود چون که چند بازی آخرشان خوب بود. این را هم باید به نظر گیریم که در این جام جهان نتیجه های غیر انتظار زیاد رخ می دهند. به همین خاطر قاطعانه گفتن نمی توانم که برزیلیا غالب می شود. مکزیک هم رقیب پرقوت است. اینجا لیدرهای دو قطعه روبرو می شوند. امریکای شمالی و امریکای جنوبی. پیشگویی من در این بازی به جانب برزیلیا است و انتظار دارم که بازی با حساب 2-1 به فایده این منتخب انجام می شود. лично мой счет, скорее всего, это будет 2-1 в пользу Бразилии.